سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم موتیف مستطیلی رو با هم ببافیم. موتیف مستطیل خشتی. قبلا موتیف خشتی داشتیم، موتیف مربع خشتی. الان میخوایم موتیف مستطیلیش رو بیایم ببافیم. این موتیف خیلی خیلی پرکاربرد هست. میتونید رو تختی باش ببافید، رو میزی باش ببافید، کیف باش ببافید و خیلی پرکاربرد و مفید هست، پس حتما خوب یادش بگیرید. خب اول میایم یه گره درست میکنیم، نخمون رو سر میندازیم به این صورت و میایم یه تعداد زنجیره میزنیم. 2 3 4 5. خب دوستای عزیزم، من اومدم 15 تا زنجیره زدم. حالا چون میخوایم پای بلند بزنیم، میایم 3 تا زنجیره هم به ازای قد پایمون میزنیم. 3 تا زنجیره هم به ازای قد پایه. حالا برای شروع بافت نخم پیچیم دور قلابمون، میریم از داخل زنجیره چهارم 1 2 3 4 از داخل زنجیره چهارم نخ میگیریم و میایم 3 تا پای بلند میزنیم. این 3 تا زنجیره به منزله یه پای بلنده. یه پای بلند هم الان زدیم، یه پای بلند دیگه هم توی همین زنجیره‌ای که الان زدیم دوباره میزنیم که کلا بشه 3 تا پای بلند به این صورت. حالا بین کارمون یه زنجیره میزنیم، میریم از داخل زنجیره بعدی با 3 تا پای بلند میزنیم. دو تا یکی، دو تا یکی میکنیم. 2 تای دیگه هم داخل همین خونه میزنیم. به این صورت. حالا میایم بین کارمون 2 الی 3 تا زنجیره میزنیم و میریم 3 تا زنجیره اونورتر 1 2 3. 3 تا زنجیره اونورتر میایم 3 تا پای بلند میزنیم داخل یه زنجیره. داخل یه خونه یه زنجیره 3 تا پای بلند میزنیم. باز دوباره 2 الی 3 تا زنجیره و باز میریم 3 تا خونه اونورتر، 3 تا زنجیره اونورتر 1 2 3 توی زنجیره سوم میان 3 تا پای بلند در میاریم به این صورت. اینم سومیش و دوباره به همین شکل 2 الی 3 تا زنجیره میریم 3 تا زنجیره اونورتر 1 2 3 از داخل زنجیره سوم 3 تا پای بلند در میاریم. این 2 تا و اینم 3 تا. باز دوباره 2 الی 3 تا زنجیره و میریم از زنجیره یکی مونده به آخرمون. ببینید از زنجیره یکی مونده به آخر 3 تا پای بلند در میاریم. سه تا پای بلند. میخوایم مثل اول کار، مثل اون گوشه که شکل دادیم، بیایم اینجا هم گوشه کارمون رو شکل بدیم. بین کارمون یه زنجیره میزنیم، میریم داخل زنجیره آخریه با 3 تا پای بلند در میاریم. از این زنجیره آخریه 3 تا پای بلند. کارمون برمیگرده به اون طرف.
به این شکل. باز بین کارمون یه دونه زنجیره میزنیم و اینجا رو میبینید اومدیم 3 تا پای بلند بافتیم این طرفو، میایم از داخل همین سوراخه، همین زنجیره 3 تا پای بلند میبافیم. کامل کارمون برگشت به این طرف. به این شکل. خب به این صورت در اومد تا اینجا کارمون. حالا میخوایم بیایم روبروی اینا، روبروی این پای بلندا باز بیایم پای بلند ببافیم. باز میایم 2 الی 3 تا زنجیره میزنیم، 3 تا زدیم دیگه، همه رو 3 تا میزنیم. باز میایم روبروی این پای بلندا، ببینید توی همین سوراخه، همین زنجیره میایم 3 تا پای بلند در میاریم روبروی پای بلندای اون سمت. 3 تا پای بلند در میاریم. وسط کار باز 3 تا زنجیره و باز میریم ببینید روبروی این پای بلندا، ببینید دوباره توی همین زنجیره‌ای که این پای بلندا رو زدیم میایم روبروشون 3 تا پای بلند در میاریم. اینو تا آخر میایم ادامه میدیم. به این شکل در اومد. میبینید باز اینجا 3 تا پای بلند دیگه، میرسیم به گوشه. ببینید بچه ها من تا اینجا به این صورت بافتم. الان دوباره ببینید روبروی این 3 تا پای بلندم باز اومدم پای بلند بافتم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به اینجا. ببینید به این زنجیره اولیه، اینجا هم میام 3 تا پای بلندمو میزنم، پس اینجا هم 3 تا پای بلندم رو زدم. حالا میخوایم بیایم اتصال بزنیم. میایم یه دونه زنجیره میزنیم و از اون 3 تا زنجیره اولی بود که زده بودیم، از بالای اون 3 تا زنجیره اولیه میام نخ میگیرم و اینجوری اتصال میزنم. به این صورت یه دونه زنجیره میزنم. حالا نخمون رو قطع میکنیم که میخوایم رج جدیدمون رو شروع کنیم. پس تا اینجا رج اولمون به این صورت در اومد. خب دوستای عزیزم میخوایم رج جدید رو شروع کنیم. من اومدم نخ رنگ جدیدم رو سر انداختم. یه چیزی بهتون بگم، این که اندازه‌ای که من در نظر گرفتم، تعداد زنجیره هایی که زدم کاملا سلیقه‌ای هستش. هر چقدر دوست داشتین میتونید زنجیره بزنید، بستگی به اندازه چیزی که موتیفی که میخواید ببافید و چیزی که مد نظرتون هست میتونید زنجیره ها رو کم و زیاد کنید و کاملا سلیقه‌ای هستش. خب برای رج بعد من اومدم نخ رنگ جدیدم رو سر انداختم. از یکی از این حلقه ها میام نخم اینجوری با پای کوتاه نصب میکنم، میام 3 تا زنجیره میزنم و 2 تا پای بلند دیگه اینجا داخل همین حلقه میزنم که با این 3 تا زنجیره بشه 3 تا پای بلند. به این شکل. پس شد 3 تا پای بلند. حالا بین کارم 2 الی 3 تا زنجیره میزنم. ببینید حالا اینجاها میخوایم گوشه ایجاد کنیم. 2 تا حلقه اینجا داریم. توی این 2 تا حلقه میخوایم بیایم گوشه های مستطیلمون رو ایجاد کنیم. نخون پیشیم دور قلابمون میایم داخل این حلقه اولیه 3 تا پای بلند میزنیم. داخل این حلقه دو تا زنجیره
و 3 تا پای بلند دیگه داخل همین حلقه که کاملا کارمون گوشه دار بشه و موتیفمون به مستطیل تبدیل بشه. به این شکل یه دونه دیگه هم میزنم. به این شکل میبینید اولین گوشه کارمون شکل گرفت. حالا میایم بین کارمون 1 الی 2 تا زنجیره میزنیم و میریم توی این حلقه بعدیه. اینجا هم یه گوشه دیگه کارمون رو ایجاد میکنیم. 3 تا پای بلند میزنیم. دو تا زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه داخل همین حلقه. به این صورت ببینید 2 تا گوشه الان برای کارمون ایجاد شد. 2 تا گوشه اینوری هم ببینید میاد اینجا ایجاد میشه. این 2 تا حلقه رو میبینید بین 3 تا پای بلندا هست. 2 تا گوشه اینوری هم میاد اینجا ایجاد میشه. خب حالا گوشه ها رو بافتیم. میایم 2 تا زنجیره میزنیم بین کار و میریم داخل این حلقه ها شروع میکنیم. داخل هر کدوم از این حلقه ها 3 تا پای بلند میبافیم. سه تا پای بلند اینجا زدم. دوباره 2 تا زنجیره بین کار میرم داخل حلقه بعدی 3 تا پای بلند. اینا دیگه به همین صورت ادامهش میدیم. میبینید به این شکل در اومد. دوباره وسط کار 2 تا زنجیره میریم داخل این حلقه ها پای بلند میزنیم هر کدوم 3 تا. بعد دوباره وسط کار زنجیره اینجاها میایم گوشه رو ایجاد میکنیم. گوشه رو چطور ایجاد میکردیم؟ 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند وسط کار 1 الی 2 زنجیره. دوباره اینجا گوشه رو ایجاد میکنیم و اینجا هم که 3 تا پای بلند میزنیم میرسیم به آخر رجمون. دیگه اینو ادامه بدید تا آخر رج. دوستای عزیزم من این رجمم تا آخر بافتم. پس اومدیم اینجا گوشه ها رو شکل دادیم. توی این هر کدوم از این حلقه ها هم اومدیم 3 تا پای بلند زدیم. این ورم که 2 تا گوشه کارمون بود. رسیدیم آخر رج. آخر رج دوباره 2 تا زنجیرمون هم میزنیم و میایم از کنار این 3 تا زنجیره اولیه نخ میگیریم و اتصالمون رو انجامش میدیم. به این شکل یه زنجیره میزنیم نخمون رو میکشیم بالا و میچینیم. میخوایم بریم برای رج بعدیمون. خب دوستای عزیزم حالا برای رج بعد دوباره من نخ رنگ جدیدم رو سر انداختم. میایم از یکی از این خونه ها شروع میکنیم با پای کوتاه این نخمون رو نصبش میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم و 2 تا پای بلند دیگه هم همینجا توی همین حلقه میزنیم که با اون 3 تا زنجیره بشه 3 تا پای بلند. به این شکل وسطش 2 تا زنجیره. دوباره حلقه بعدی 3 تا پای بلند. باز 2 تا زنجیرمون رو میزنیم میرسیم به گوشه کارمون. ببینید ما تا هر جا که بخوایم این موتیف رو ادامه بدیم باید بیایم گوشه کارمون هم همجوری ردیف به ردیف ساپورت کنیم و ببافیم.
پس میام دوباره توی گوشه دوباره گوشه ایجاد میکنیم. 3 تا پای بلند، سه تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه توی همین حلقه، همین گوشه کار. ببینید این گوشه کارمون دوباره ایجاد شد. باز وسط کار 2 تا زنجیره، اینجا داخل این حلقه وسط میایم 3 تا پای بلند میزنیم. پس این رجم به این شکل بافته میشه. 3 تا پای بلندم اینجا، باز اینجا میریم گوشه رو شکل میدیم. 2 تا زنجیره میزنیم وسط کار، میریم گوشه کارمون. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند دیگه. سه تا پای بلند، 2 تا زنجیره وسط کار، 3 تا پای بلند دیگه توی همین حلقه. به این شکل ببینید به این صورت در میاد. وسط کار 2 تا زنجیره و میریم دوباره داخل این حلقه ها هر کدوم 3 تا پای بلند میزنیم. باز دوباره 2 تا زنجیره، دوباره داخل حلقه بعدی 3 تا پای بلند. اینم به این شکل تا آخر رج بافته میشه. تو هر کدوم از این حلقه 3 تا پای بلند، گوشه ها رو شکل میدیم. این وسط هم 3 تا پای بلند، دوباره گوشه، دوباره اینجاها 3 تا پای بلند، وسط هاشون هم 2 تا زنجیره میزنیم. این رج هم تا آخر ببافید. دوستای عزیزم، من این رج هم تموم کردم. اتصالش هم از روی زنجیره سوم انجام دادم. حالا از روی زنجیره سوم یا از کنار این 3 تا زنجیره میتونید اتصال رو انجام بدید. من میخوام دیگه اینجا کار رو تموم کنم. اگه خواستید که بافت این موتیف رو ادامه بدید میتونید تا هر جا خواستید ادامه بدید. به چه صورت؟ دوباره میاد نخ جدید سر میندازید، میاد از تمام این حلقه ها 3 تا پای بلند در میارید، وسطاشون 2 تا زنجیره، این گوشه ها رو میاد دوباره گوشه دار میکنید. 4 تا ما گوشه داریم، باید بیایم هر بار توی هر رج اینا رو گوشه دار کنیم. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند و ببینید حلقه های این 2 تا قسمت توی هر قسمت داره اضافه میشه. توی قسمت قبل، رج قبل یه دونه حلقه داشتیم، 3 تا پای بلند اومدیم زدیم. الان اینجا 2 تا حلقه داریم. توی هر کدوم از این حلقه ها دوباره میایم 3 تا پای بلند میزنیم، وسطش 2 تا زنجیره. باز اینجا گوشه دار میکنیم، باز میام توی این حلقه ها 3 تا پای بلند میزنیم، وسطاشون 2 تا زنجیره. رج بعد اینجا این حلقه های این ور و این ور میشه 3 تا که توی هر کدوم از حلقه ها باید 3 تا پای بلند بزنیم. پس به این شکل میاید میتونید موتیفتون رو بزرگ و بزرگتر کنین. اگه خواستیدم که طول موتیفتون بزرگتر بشه میتونید بیاید زنجیره ها رو بیشتر کنید. دیگه کاملا سلیقه‌ای هستش. این نخم هم میچینمش. این نخاتون هم قشنگ پنهون کنید پشت کارتون.
از بین این نخها بیاید پنهون کنید. پس اینم از موتیف مستطیلیمون. خیلی خیلی موتیف خوشگلی هست. ایشالا که ببافید و لذت ببرید.